با سلام دوستان عزیز، فالووران محترم، ورزشکاران عزیز. اینجا مهاجم اگر جدیدن تو کلیپ‌هایی که تو اینستا دیده باشین، از بالا مهاجم حمله میکنه به صورت چپ‌کشی، تیزی فرو میکنه تو کمرت یا گردنت یا سرشونت که بخواد حالا شیرتو بگیره، گوشتو بگیره یا طلاتو بگیره. اینجا اولین کاری که باید بکنید چیکار باید کنید؟ دست میبری رو کمرش که حمله کن، دست میبری رو کمرش که تیزی بکشه. نگاه کن، یک ورود. ببینید تا دستش رو کمرشه، یک ورود. دو از گردن و قفل کردن و خوابوندن بزنید. اینجا قفل میشه. میتونید ضربه بزنید، حالا دستگیری تا کمک بیاد بهتون کمک کنن. اینم از این. بعدی تیزی کشیده بیرون. میخواد حمله کنه، ضربه بزنه بهتون. از بالا که میخواد ضربه بزنه، یک وارد میشین. نکنید بزنه، برین عقب، یا قفسه سینه‌تون رو یا صورتتون رو زخم کنه. باید وارد شید. چطوری حمله میکنه؟ یک ورود میکنید. به چه صورتی؟ به صورت شیبدار که اگر ضربه هم محکم بود رد شه. محکم بزن رد شه، بتونی گردن، مشت و چیزای دیگه. و نه اگر زرنگ باشه و این تمرین رو انجام بدی خونه، بزن یک گرفتن، دو قفل مفصل از این حالت میاد بازوتون رو میگیره، به این حالت فشار میدی زمین و دستگیری و ضربه. اوکی.